سلام بچه ها، محمد هستم. امروز با آموزش کاروین در خدمتتون هستم. توی این ویدیو میخوایم تکنیک های اولیه کاروین رو با هم دیگه کار کنیم و آموزش آشنایی با متریال رو داریم. من چاقوی دستساز استفاده میکنم و چاقوهای کاروین توی بازار همه جورش هست، میتونید تهیه کنید و استفاده کنید. چاقو سفارشیه و برام ساختنش. از یک دستکش کار میتونید استفاده کنید، یکی از انگشتاش رو ببرین که برای دست دیگه‌تون ازش استفاده کنید، به این صورتی که توی ویدیو مشاهده میکنید. من دست چپ هستم و اون تک انگشت رو روی شست چپم میذارم، چون چاقو رو توی دست چپم میخوام بگیرم و دستی که آزاد هست و چوب رو نگه میداره اون دست رو دستکش میپوشین. چوب هایی که ما استفاده میکنیم چوب بسفود هستش، توی بازار میتونید پیدا کنید. یه خورده سخت پیدا میشن ولی خب بهترین چوب برای کاروین همین چوبای بسفود هستش. از چوبای دیگه هم میتونید استفاده کنید، از چوب چنار، چوب روز، چوب گردو، ولی خب کار کردن با اونا هم سخت تره و هم خروجی خوبی که ما میخوایم بهمون نمیده. اولین تکنیکی که با هم کار میکنیم زاویه 45 درجه هست. برای اینکه زاویه 45 درجه بزنیم، همونطور که میبینید یک خط صاف رو من ایجاد میکنم روی لبه کار. ما همیشه روی لبه کار میکنیم، کارمون رو از اونجا شروع میکنیم. یک خط صاف روی کار میندازیم و یک از زاویه 45 درجه از پایین به سمت اون خطی که ایجاد کردیم با چاقومون کات میکنیم، به این صورت که میبینید یک زاویه 45 درجه روی چوب ایجاد شده. تکنیک بعدی تکنیک وی هست. برای اینکه تکنیک وی رو اجرا کنیم دوباره یک خط صاف روی چوب میزنیم و دوباره همون 45 درجه رو میزنیم و بعد از اون یک 45 درجه هم از زاویه مخالفش میزنیم، به این صورت یک زاویه وی رو ایجاد میکنیم. حالا این وی رو به چند روش میتونیم بزنید که بهتون میگم. ببینید یک خط وسط مستقیم ایجاد میکنیم. نحوه گرفتن چاقو رو مشاهده کنید، دقت کنید چجوری چاقو رو میگیرم، چجوری برش میزنم. ببینید یه دونه از پایین، یه دونه از بالا. اون عمقی که وسطش رو خط میندازید به همون عمق از کنار چوب رو کات میکنیم. خب این تکنیک ها رو باید روی چوب خیلی تمرین کنید. هر کدومو مثلا یک لاین همین لبه رو کلا مثلا 45 بزنید، لبه بعدی رو وی بزنید و تکنیک های بعدی هم روی لبه های دیگه میتونید امتحان کنید. خب این تکنیک برای معمولا زیر کلاه ها، برای اینکه حجم زیر کار رو بخوایم در بیاریم استفاده میشه. به این صورت با نوک چاقو میندازیم، خط میندازیم روی کار، به لبه کار که میرسیم قبل از اینکه به لبه برسیم چاقو رو میخوابونیم. نگاه کنید من میام تا نزدیک لبه، بعد چاقو رو اون لبه میخوابونم. اگه نخوابونیم اون نوکش یهو در میره و ممکنه انگشتتون رو آسیب بزنه. پس این حواستون باشه اون انتهای کار چاقو رو بخوابونه که یه وقت در نره. میبینید یک خط میندازم و من از زیر یک شیاری رو خالی میکنم. این تکنیک شیار هستش، برای زیر کلاه ها مثلا استفاده میشه. مثلا جای دور تا دور کار رو میخوای خالی کنین ازش استفاده میشه. حالا توی کار بیشتر متوجه میشه. خب یک مدل دیگه از تکنیک شیار رو تمرین میکنیم که مثلا وسط کار میخوایم شما شیار بزنید. یک خطی رو میندازین و از کنارش از اون لبه که شروع کردیم به این صورت کات میکنید. تصویر دقت کنید. یک خط اول میندازید، بعد از کنارش یک چاقو رو با یک زاویه، حالا هر چقدر عمیق‌تر بخواید زاویه‌تون رو بیشتر میکنید، اون دیگه بستگی به عمق کاری که میخواید. پس اول کار شما این تکنیک ها رو کاملا تمرین میکنید تا دستتون را بیفته، بعد میرید روی کار اصلی. یک ویدیو آموزشی دیگه برای ساخت یک طراحی چهره در واقع
قراره که آپلود کنم توی کانالم. شما اینها رو تمرین کنید روی چوب و از اینکه تمرین کردید برید سراغ اون یکی ویدیو که یک کار واقعی رو با هم دیگه انجام بدید. کانالمون هم سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و وقتی که ویدیو آپلود شد براتون پیامش میاد و میتونید سریع اون رو نگاه کنید و استفاده کنید. ممنون میشم که نظراتتون رو برام کامنت کنید و اگه آموزش خاصی مد نظرتون رو بهم بگید. اگه مقدور باشه میسازم و در داخل کانال قرار میدم. میبینید که من دارم دوباره همه تکنیک‌ها رو میزنم. یک 45 یک وی زدم، وی دومی به روش دیگه ای زدم اگه دقت کرده باشید. دوباره شیارها رو تمرین میکنم. ناکنی لبه کار یک خط میندازم و با نوک چاقو میکشم و انتهای کار رو میخوابونم. این خوابوندنه خیلی مهمه، چون اگه همونجوری با نوک چاقو بریم ته کار یهو در میره و چاقوهای کارلینگ هم که واقعا تیزم و باید این منیو حتما رعایت کنید. ببینید یک تکنیک دیگه من اینجا بهتون آموزش میدم. در واقع همون شیار زدنه، اما مثلا برای یک چشم شما یک خط منحنی به این صورت میکشین، شبیه چشم نگاه کنید، یک شبیه یک بادوم میکشید و در واقع کاروینگ تکنیک حجم دادن به چوبه. یعنی شما یک سری جاها رو باید کات کنید، کم کنید حجمشو، یک سری جاها حجمشو باید بذاری بمونه. نکنید بعد از اینکه خط رو انداختم از داخل به این صورت به همون تکنیک که شیار میزدیم و از کنار خالی میکردیم، اینم به همون صورت خط رو میندازیم و از داخل خط میندازیم و اون حجمی که میخوایم رو به دست میاریم. دوستان ممنون که تا آخر ویدیو ما رو همراهی کردین. ویدیوهای آینده رو از دست ندین. حتما آموزش های بهتری براتون میذارم. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدارتون باشه.